بیشتر ما توی بچگی عاشق داستان سیندرلا بودیم. همون دختر بیچاره‌ای که با شاهزاده رویاهاش ملاقات میکنه. اگه هنوزم از این سناریو خوشتون میاد، باید بگم که دنیای کی-دراما میتونه براتون یه بهشت باشه، چون کلی از این داستانه سیندرلایی داره که هر کدوم پیچ و تاب خاص خودشونو دارن. پس بیاین با هم کاراکترهای زنی رو ببینیم که مردی رو پیدا میکنن تا کفش شیشه‌ای گم شده رو پاشون کنه. امروز میخوام بهتون 5 تا سریال کره‌ای معرفی کنم که میخوان ثابت کنن عشق هیچ محدودیتی نمیشناسه. شماره 1 سامسون دوست داشتنی من. این سریال درباره یه نونوای با استعداد به اسم سامسونه که بدشانسی میاره و از کارش اخراج میشه. همچنین مجبور میشه تو شب کریسمس با پارتنرش کات کنه. اون اتفاقی وارد دستشویی مردونه میشه و این اشتباهش کاری میکنه تا با صاحب رستورانی ملاقات کنه که اتفاقاً به یه نونوا نیاز داره. شما احتمالاً از نحوه ارتباط سامسون با دیگران حسابی خوشتون میاد و بهش میخندی، اما مسئله‌ای که توی سریال خیلی زیبا به تصویر کشیده شده و البته تحسین برانگیزه اینه که نشون میده با وجود اضافه وزن سامسون کسی هست که صادقانه دوستش داره و فقط روی ظاهر فیزیکی اون تمرکز نمیکنه. کاپل اصلی این سریال یه رابطه بامزه شبیه سگ و گربه دارن که کاری میکنن مدام بخندیم و البته با سامسون پر سر و صدای ما و در عین حال دوست داشتنیمون همراه بشین. شماره 2 خاطرات الحمرا. سریالی سرگرم کننده که توی کشور چشم نواز اسپانیا فیلم برداری شده، اما یه داستان معمول و رایج رو روایت نمی‌کنه. شما وارد دنیایی میشین که یه ویدیو گیم در قالب واقعیت توی اون جریان داره و همراه با سینماتوگرافی های حرفه‌ای به تصویر کشیده شده. داستان از اونجایی شروع میشه که مدیر عامل یه شرکت سرمایه گذاری به اسپانیا سفر میکنه. این سفر اونو به سمت صاحب یه خوابگاه قدیمی میکشونه، اما هیچ کدوم از اونا نمیدونن که چطور زندگیشون به دلیل یک بازی ویدیویی توسعه یافته و یک مخترع مرموز قراره به هم وصل بشه. این دراما از قدرت خاصی برخورداره که بیننده رو روی صندلیش میخکوب میکنه. صحنه‌های غیر قابل پیش بینی و دلخراشی رو به ارمغان میاره که اونقدر خوب اجرا شدن که ما نمیتونیم از دیدنشون چشم برداریم. این دراما به طور مداوم ذهن بیننده رو بازی میده و برخلاف بقیه سریالا که ما میتونیم به راحتی درباره روندشون حدس بزنیم و سکانس‌های بعدی رو درست پیش بینی کنیم، توی خاطرات الحمرا حدسای بعدی شما ممکنه کاملا اشتباه باشه. خاطرات الحمرا عشق رو فقط به عشاق محدود نمی‌کنه و در بین دوستان و خانواده همونو به تصویر میکشه. فداکاری هایی هم که توی این سریال میبینیم یه بار دیگه ثابت میکنه که اون متعلق به دنیای کی-دراماست. شماره 3 ازدواج بدون قرار. اگه دنبال یه سریال باحال میگردین که سرگرمتون کنه، ازدواج بدون قرار میتونه یه گزینه خوب براتون باشه. نقش اصلی ما از زندگی مجرد خودش به شدت راضی و حسابی داره با سینگلیش حال میکنه، اما خانواده‌اش یهو شروع میکنن به فشار آوردن روی این بنده خدا و میگن حتما باید ازدواج کنی. همین میشه که آقای مجردمون یه دختر رو با خودش به عنوان کیس ازدواج میاره خونه. دختری که مطمئن تایید خانواده‌اش رو نمیگیره. اون این نقشه رو میکشه تا خانواده‌اش دست از سر کچلش بردارن و هی اونو نفرستن سر قرارای آشنایی واسه ازدواج. اما همونطور که هممون میدونیم داستان فقط به اینجا ختم نمیشه. این سریال روی موضوعی تمرکز میکنه که افراد میتونن بعد از رسیدن به سن ازدواج به خوبی باهاش همزاد پنداری کنن، که در اصل همون فشاریه که اطرافیان توی این دوره بهتون وارد میکنن، چیزی که ممکنه همین الانم به خوبی حسش کنین. همچنین توی این سریال به خوبی نشون داده میشه که چطور عشق توی قلب آدمای سرد و متکبر جوونه میزنه. درسته که اکثر ما یه دید کاملا جدی به مقوله ازدواج داریم،
اما ازدواج بدون قرار اینجاست تا شما رو با کمدی‌های زیادی از یک ازدواج مواجه کنه و با یه سندروم نقش دوم کوچولو قلبتون رو بشکنه. این درامای رامکام به شکلی خلاقانه و سرگرم کننده بهتون ارائه میشه و کمی هم غیر قابل پیش بینی به نظر میرسه. به علاوه کلی سکانس خانوادگی بامزه از زندگی معمول آدما داره و خیلی قشنگه که میتونیم ببینیم هر کدوم از کاراکترها چطور از اول تا آخر سریال رشد شخصیتی پیدا میکنن. شماره 4 از وقت بعد عاشقت شدم. هیچ کس نمیتونه جلوی عشق رو بگیره، مخصوصا وقتی سرنوشت دستش تو کار باشه. حتی اسم این سریال هم قدرت اینو داره تا بیننده ها رو به سمت خودش بکشونه. شیمی باور نکردنی بین دو بازیگر اصلی و احساسات ملموسی که توسط این دو نفر توی همه اون سکانس‌های جدی و عاشقانه به تصویر کشیده شده واقعاً تحسین برانگیزه. کاراکترهای این سریال با وجود اینکه میتونستن در برابر یه داستان تصادفی مقاومت کنن، سرنوشتشون رو انتخاب میکنن و یه عاشقانه کاملا متفاوت رو برامون رقم میزنن. این یه حقیقته که یه شب میتونه کل زندگی شما رو تغییر بده و این همون حادثه‌ایه که برای بازیگر زن ما اتفاق میفته. اون توی تعطیلات شب رو با مردی ناشناس میگذرونه. در همون حین که اونا دارن با این رسوایی کنار میان، یه نوزاد وارد داستان میشه. درسته، زن قصه ما بارداره، اونم از مردی که شب رو باهاش گذرونده. همون مردی که از قضا وارثه یه شرکت بزرگه و به واسطه اون یه شب زندگی عادی بازیگر زن ما رو از این رو به اون رو میکنه. شماره 5 تشویق کن. مشکلات مختص به دبیرستان قطعاً یه بخشی از زندگی هر دانش آموزی رو تشکیل میدن. بیاین با هم تماشا کنیم که چطور کاراکترهای این سریال تلاش میکنن تا دست کم یه روز دیگه توی این مدرسه کوفتی زنده بمونن. جایی که نمرات و جایگاه کلاسی تنها چیزایی هستن که بهشون اهمیت داده میشه. توی این سریال 2 گروه از دانش آموزا رو داریم که به اجبار با هم یه تیم چیرلیدری میسازن. به نظرتون چه اتفاقی میفته وقتی دانش آموزای برتر مدرسه بخوام به اون دست از دانش آموزایی که عملکرد تحصیلی ضعیفی دارن ملحق بشن؟ تشویق کن نشون میده که چطور افراد مختلف میتونن با هم کنار بیان و کار کنن. این دراما مشکلات و تفاوت‌های فردی در دانش آموزان رو به چالش میکشه و ممکنه بیننده ها رو وادار کنه تا مشکلات دوران دبیرستان خودشون رو به یاد بیارن. تشویق کن واقعیت خشنی رو به تصویر میکشه که دانش آموزای دبیرستانی با اون روبرو هستن. هرچند این سریال احساس نفرت و قضاوت رو در وجودتون بیدار میکنه، اما در آخر هر چیزی که برای پیشرفت نیاز دارین رو به شما یاد میده. یه سریال مدرسه‌ای با تلفیقی از درد، عشق و دوستی.